بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به دوره آموزشی بیزینس رودمپ. امیدوارم که قسمت قبلی رو کامل و شفاف دیده باشید و اون نکته و اقدامی که بهتون گفتم رو انجام داده باشید و از این به بعد برای خودتون خط قرمزهای درستی و به جایی رو داشته باشید و ازش استفاده کنید، چون نتیجهش رو شاید الان نبینید، قطعا توی 3 ماه 5 ماه آینده قطعا خواهید دید. چون شما نسبت به اقدامی که دارید انجام میدید، اگه اقدام کوچیک باشه بین 3 تا 5 روز بازدهی داره و بازدهیشو میبینید. اگه اقدام یه کوچولو بزرگتر باشه بین 3 ماه تا 5 ماه آینده بازتابشو ببینید. اگر اقدام خیلی بزرگتر باشه بین 3 تا 5 سال آینده بازدهیشو میبینید. پس شما نسبت به قدم ها و اقدام های درستی که برمیدارید بازدهیشو قطعا خواهید دید و این یه نوع از همون کارمایی بود که بهتون گفتم. بچه کارما یعنی هر عملی عکس العمل. تو بیزینس شما هر اقدامی رو که انجام بدید بازدهیشو میبینید، بازتابش به سمت شما برمیگرده. گفتم بین 3 تا 5 روز، بین 3 ماه تا 5 ماه و بین 3 سال تا 5 سال. بستگی به این داره که شما چه کارما یعنی چه اقدامی انجام میدید، چه عملی رو انجام میدید که عکس العملش بین اون تاریخ، بین اون روز و ماه و سال به سمت شما برگرد. این یعنی کارما. اگر شما به این نکته توجه کنید و در ناخودآگاه خودتون اینو ثبت کنید که هر کاری که من در روز انجام میدم قرار بازتابش به سمت من برگرده، خیلی بازی جذاب میشه. اکثر اوقات کارهایی که ما در روز انجام میدیم حواسمون به بازتابش نیست و حواسمون فقط به اینه که در زمان حال اون کار انجام بشه. درست اون کار داره انجام میشه ولی بازتابش قرار چی به من برگرده؟ مثل این میمونه که شما یک نهالی رو الان بکارید، بازتاب اون نهاله توی 3 سال و 5 سال آینده چیه؟ پس خیلی مهمه که اون درختی که الان دارید میکارید از چه نژادیه، از چه مدل میوه‌ایه، از چه کشوری اومده، کیفیت اون نهال چیه. اینا چیزایی که باید بهش توجه کنید. اگر بهش توجه نکنید بازتابش تو 3 سال و 5 سال آینده میتونه هم جذاب باشه، میتونه هم بیفایده باشه. میتونه تمام زحمات شما رو به باد بده، میتونه تمام زحمات شما رو جوری به بار بنشونه که وقتی خودتون اون نتیجه رو میبینید حال دلتون خوب بشه. پس کارما رو هم یه جورایی بهتون توضیح دادم. هر عملی عکس العملی. یه مثالی اینشتین داره، میگه که تو زمان امتحانا بوده، یه سری فرما رو پخش میکنه بین دانشجوهاش. یکی از دانشجوها سوالا رو که میخونه متوجه میشه که این سوالاتی که پخش شده و داره امتحان گرفته میشه همون سوالات پارساله. خلاصه با استرس دستش رو بالا میگه آقا اجازه. اینشتین میاد میگه چی شده؟ میگه احساس میکنم آقا این سوالاتی که دادید همون سوالات پارساله. اینشتین یه لبخند ملی بهش میزنه و میگه آره این سوالات همون سوالات پارساله ولی جوابش جواب پارسال نیست. تو بیزینس، تو زندگی شخصی هم دقیقاً الان همینه. بچه‌ها ما یه سری اقدام ها، یه سری استراتژی ها داشتیم که الان دیگه جواب پارسال رو نمیده به ما. شاید شکل و شمایل همون باشه ولی باید ورژن زده بشه که جوابش جواب جدیدی به سمت ما باشه و نتیجهش نتیجه جدیدی بر ما باشه. قطعا این مثال شنیدید یا قطعا این نکته شنیدید که آقا یه کاری اگر جواب داده باز هم جواب میده. بله یه کاری جواب داده 3 سال پیش باز هم جواب میده ولی به شرطی که ورژن زده بشه. مثل این میمونه که من الان این دوره آموزشی رو دارم برای شما صحبت میکنم، بیزنس رودمپ رو، و دارم بهتون کلی آگاهی میرسونم و الان یک نتیجه رو به دست میارم. ولی همین بیزنس رودمپ رو اگر بیام 2 سال دیگه با همین محتوا، با همین آموزش رو دوباره ارائه بدم، جوابش جواب الانی که به من داده میشه قطعا نیست. باید ورژن بخوره، باید سطح اطلاعاتی من بره بالا، باید جوری من بیان کنم که بتونه اتفاقات جذابی رو برای من رقم بزنه. پس همه چیز در حال ورژن زدنه. چرا؟ چون همه چیز در حال حرکت کردنه. هیچ چیزی ثابت نیست. تو نمیتونی یه کاری رو 100 بار تکرارش کنی، یه شکل تکرارش کنی و جواب یه شکل هم هر سری بگیری. تو باید اون کار رو اگر تکرار میکنی هر سری هم ورژنش بزنی تا بتونی جوابهای ورژن زده شده دریافت کنی.
و بازتاب درستش به سمت شما به امید خدا برگرد. توی این قسمت راجع به هدف گذاری میخوایم صحبت کنیم که هدف گذاری اصلا اصولش چه شکلیه و چجوری باید انجامش بدید که بتونید به نتیجه منجر بشه. هدف گذاری یعنی یک مقصد، یعنی من توی یه نقطه موجودی قرار دارم که میشه مبدأ. حالا میخوام برم مقصد کجاست؟ مثال از تهران میخوام برم شمال، مبدأ تهرانه، مقصد شمال. برای اینکه بخوام برسم به شمال باید یک سری عواملی رو رعایت کنم که بتونه تو مسیر به من کمک کنه که من راحت به شمال برسم. مثال شما قبل از اینکه بخواید یک سفری رو شروع کنید چه چیزایی رو رعایت میکنید؟ یک، اول مثلا شاید آب و هوا رو چک کنید. دوم مثلا بزنید ویز، بزنید ببینید چند ساعت تو راه هست که بتونید ساعت حرکتت مشخص کنید. بعد بیای ببینی که حالا چه وسایلی نیاز داری ورداری که تو مسیر راحت باشی. بعد بیای فکر کنی که خب تو مسیر کجاها بتونی وایسی، مثلا استراحت کنی، یه چیزی بخوری، یه تغذیه‌ای داشته باشی که بتونی به ادامه مسیر ادامه بدی. بعد یواش یواش با مثلا ماشینی که داری حرکت میکنی باهاش چه ماشینیه، قبل از اینکه ماشین حرکت کنه بنزین داره، روغنش رو چک میکنی. میبینی یک سری عواملی رو باید چک کنی قبل از حرکت. تو نمیتونی همینجوری بگی بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو بندازی تو جاده بری به سمت شمال. که پس قبلش باید یک سری مواردی رو چک کنین، دقیقا مثل چک لیست میمونه. یک سری مواردی رو من چک میکنم که وقتی میخوام از تهران به سمت شمال حرکت کنم تو مسیر به چالش نخورم، تو مسیر آسیب نبینم، تو مسیر ضرر نکنم، تو مسیر حالم بد نشه که منجر بشم اولین دور برگردون دور بزنم دوباره برگردم به مقصد، به مبدأ. پس این خیلی مهمه بچه‌ها. چند بار تو بیزینسمون اینجوری حرکت کردیم اومدیم جلو، بعد یه دفعه دیدیم نه نمیشه، این کار جواب نمیده، این ایده جواب نمیده، اینجوری دور زدیم دوباره اومدیم توی مبدأ، دوباره اومدیم تو همون نقطه امنی که داشتیم، هی اومدیم از این نقطه امن خارج بشیم، دیدیم نمیشه، برگشتیم. مثل همین اتفاقای اخیری که افتاد، انواع اقسام بحرانایی توی کشور که میفته، آدما هی میان از نقطه امنشون خارج بشن، سریع یه دفعه توی کشور یه اتفاق، یه خبر، یک راهنمای بد میفته، بعد دوباره سریع آدم اولین چیزی که تو ناخودآگاهش میاد نکنه نشه، نکنه به مشکل بخورم، نکنه اتفاقای بد بیفته، نکنه ضرر بکنم، دوباره برمیگرده تو مبدأ. وقتی هم برمیگرده تو مبدأ میگه بابا میخوایم چیکار؟ حالا بذار حالمون خوبه دیگه، همینجا چه کاری خودمون رو تو درد سر بندازیم. تو این شرایط فعلی آدم نباید ریسک کنه، آدم نباید اقدامی کنه که ضرر کنه، آدم نباید آسیب ببینه. پس میخوام بهتون بگم که 6 تا این حواستون باشه که شما اگر میخواین از مبدأ خارج بشی به سمت مقصد بری، اگر میخوای عواملی که سر راهت قرار بگیرن که باعث بشن شما رو به سمت مبدأ دوباره هدایت کنن، دقیقاً تو جلسه قبل گفتم خط قرمز. شما باید خط قرمزات مشخص بشه که تو مسیر کسی نیاد شما رو از مسیری که داری میری به بیراهه بکشونه. این اولین نکتهش. دومیش اینه که وقتی مقصد مشخص شد باید تمام برنامه‌ریزی‌ها انجام بشه برای اینکه توی مسیری که دارم من به سمت مقصد میرم من دچار ضرر، آسیب، دچار نشخوارهای ذهنی، دچار خستگی راه نشم که راحت بتونم به اون هدفی که دوست دارم برسم. پس عواملش رو باید طراحی کنم. اقدامی که برای شما تو این جلسه طراحی شده اینه که نقطه موجودتون یعنی داشته هاتون رو بنویسید. تو بیزینس چه داشته هایی دارید؟ چه نیروهای منابع انسانی متخصصی دارید؟ اصلا نیرو دارید؟ ندارید؟ اگر ندارید اوکی. چه مهارت های خودتون دارید؟ این مهارت ها رو چجوری میتونید نشون بدید؟ این مهارت ها رو چجوری میتونید شعار کنید؟ داشته هاتون رو بنویسید. حالا من یک سری داشته ها دارم، با این داشته ها میخوام برسم به یک مقصدی. از اینجا میخوام برم اینجا. یک مبدأ و مقصدی مشخص. من یک سری داشته ها دارم. چجوری میتونم با این داشته ها یک سری اقدام ها رو انجام بدم و با استفاده از اکوسیستم و عوامل بیرونی که خودم دارم چه استفاده‌ای میتونم بکنم که با همین داشته به اون مقصده برسم. این میشه نقشه راه اصولی و شفاف. این که من بیام بگم که آقا حرکت کن الهی به امید تو خدا روزی رسونه، خدا کمکت میکنه، درسته خدا کمکت میکنه، ولی خدا قبلش میگه قبل از اینکه خواستی حرکت کنی من بهت عقل دادم، منطقم دادم، یکم فکر کن حرکت کن، تو مسیرم حتی با اون نداشتنت من کمکت میکنم، اصلا باگی ندارم تو کمک کردن.
ولی قبلش هم یه ذره فکر کن این داشته ها چه کمک‌هایی میتونه بهت بکنه و تو چه ساختاری میتونی براش ترتیب ببینی که تو رو به مقصد برسونه. اوکی منم هستم کمکت میکنم. ولی وقتی حواست به داشتهات نیست، حواست به امکاناتت نیست و همینجور حرکت میکنی میزنی به دل جاده، اتفاقایی هم که تو مسیر برات میفته بعد مسئولیتش رو بپذیری. شما به تو عقل دادم که فکر کنی، اتفاقاتی هم که برات میفته مسئولیتش رو بپذیر و تو مسیر هی نخوا گردن اینو بنداز که تو باعث شدی که من نتونستم به مسیرم برسم، شما باعث شدی که من به مسیرم نرسیدم. گیر بدی به پدر مادر، گیر بدی به خواهر برادر، گیر بدی به دوست و رفیقت، گیر بدی به خدای خودت. تو یک سری امکانات داشتی، با اون امکانات میتونستی تا یه مقصدی بری، ولی اومدی یه برنامه‌ریزی اشتباه کردی و یه مقصد سطح بالاتر برای خودت انتخاب کردی و ریسک پذیری تو بردی بالا، تو مسیر به چالش خوردی. حالا مسئولیتش رو بپذیر، پذیرش داشته باش. اوکی نمیدونستی، از الان داری این آگاهی رو به دست میاری که از این بعد برای اینکه بخوای به مقصدت برسی باید برنامه‌ریزی داشته باشی، باید بفهمی مقصدت کجاست، باید بدونی مبدأت کجاست و چه داشته‌هایی داری که تو رو بتونه به مقصد برسونه. در غیر این صورت ریسک پذیری احمقانه ترین کاریه که شما دارید انجام میدید. ریسک پذیری زمانی درسته، زمانی خوبه که شما ریسکتون نسبت به داشته‌هاتون همخونی داشته باشه. وقتی همخونی نداره شما تو مسیر دچار چالش میشید قطعا. پس از این بعد باید ساختار رسیدن به اهداف رو مشخص کنیم و تنها راهش اینه که من بنویسم چه داشته هایی دارم، چه امکاناتی دارم و نسبت به مقصدی که میخوام برم مقایسهش کنم، ببینم این اکوسیستمی دوست و رفیقایی که دارم، همکارایی که دارم، سرمایه گذارایی که دارم، کسایی که میتونن به من کمک میکنن چه کسایی هستم، بعد بیام اینا رو تلفیق کنم تو هم، بعد حالا بیام ببینم با این امکانات میتونم به مقصد برسم یا نه. در غیر این صورت اگه دیدم نمیرسم بیام دوباره ورژنش بزنم و وقتی ورژنش زدم اون موقع حالا موقع حرکت کردم، اون موقع میتونم به اون اهدافی که دوست دارم برسم. پس اینجا قبل از اینکه وارد موشکاف کردن بیزینس رودمپ بشیم بچه‌ها، من دارم یک سری ذهنیت‌ها به شما میدم که شما یک سری ساختار و خط قرمزهای زیرساخت خودتون رو درست کنید. وقتی اینا درست بشه یواش یواش وارد فازی میشیم که شما باید یک سری اقدام‌ها رو انجام بدید که بتونید این نقشه راه، این پازلی که پراکنده است، هر کدوم از این قطعات یه جا افتاده بیاد کنار هم بشینه و اون منظره باب دل شما رو شکل بده که وقتی بهش نگاه میکنید حال دلتون خوب بشه. فکر کنید که نقشه است، این نقشه رو اوسط 7-8 قسمتش کردن، هر تیکش دست یه نفره. شما باید این تیکه ها رو بگیرید و این نقشه رو روی یه میزی پهن کنید که بدونید دقیقاً از کجا باید برید که به اون گنجی که دوست دارید برسید. اینجوری مسیر مشخص میشه. نه اینکه من یک تیکه از اون نقشه گنج دستمه یا 2 تا تیکش دستمه و دارم بقیه مسیر رو چشم بسته میرم. خب قطعا تو نمیرسی به مقصد، قطعا همش بیراه میری و قطعا تو مسیر همش حالت بد میشه، ریزش انرژی داری. پس باید این نقشه تکمیل بشه و تو بدونی که باید دقیقا از کجا شروع کنی و به کجا برسی. امیدوارم که این قسمت هم به کارتون اومده باشه. نکاتی که گفتم حتما یادداشت کنید و بریم تا قسمت بعدی که کلی صحبت داریم. فعلا